از موضوع سال سیاحی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان به موضوع حقوق حیوانات در جهان، تغییریابی با سرعت اقلیم، آب شدن پریخ‌ها، ظهور آفت‌های طبیعی و خشکسالی‌ها سببگار انقراض و نابودی حیوانات نادر و استوان‌مهره‌دار شده ایستاده است. عالمان علوم طبیعی و نمایندگان سازمان حقوق حیوانات از پایان یافتن حیوانات نادر در آسیا و آفریقا بانگ خطر میزنند و از جانب دیگر نیز شکار غیر قانونی در دنیا بیشتر شده است که این عامل نیز سببگار کم شدن عالم حیوانات و نباتات شده ایستاده است. در 100 سال گذشته کره زمین وارد ششمین انقراض بزرگ شده است. تحقیقات علمی تکان دهنده جدی دانشمندان نشان می‌دهد که این انقراض و نابودی عالم طبیعت و حیوانات نه بر اثر شهاب سنگ‌های آسمانی، بلکه سببگاری اصلی آن انسان‌ها می‌باشند که باعث شدند روند نابودی طبیعت و محیط زیست را با زیاده‌خواهی و سرطلبی بیشتر از 100 سال قبل کنند. طبق تحلیل‌های دانشمندان محیط زیست ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد، حالا ده‌ها هزار نماد جانداران از حیوانات کرکدن و پلنگ و فیل و آهوی کوهی سر کرده تا پرنده‌های نادر که هر یک برای محیط زیست جهان ضروری می‌باشند در روبروی خطر نابودی قرار دارند. در تحقیقات علمی تازه‌ای که به دست ما رسیده است بیان می‌نماید که عامل اصلی که امروز دامن زمین را گرفته است این گرمایش زمین، آب افلاس و غیر قابل استفاده، آلودگی محیط اطراف و خراب نمودن منطقه‌های اکولوژی می باشد. همه این عامل‌های ساخته و پرداخته دست بشر هستند. در روبروی چنین بحران‌های اکولوژی در دست ما و شما چی برمی آید که آن را انجام بدهیم؟ خیلی چیزها، خودداری از خریدن اسباب و انجامی که با بدن حیوانات و پوست نادر آنها ساخته شدند. دوم، سهم هر نفر از کاهش اکسید کربن که باعث گرمتر شدن حرارت زمین شده ایستاده است و یا محیط زیستی که ما در آغوش آن زندگی میکنیم باید آن را دوست داشت و نهایتاً کاهش مصرف گوشت، چرا که 40% زمین‌های جهان جای کشت برای گاو و گوسفندان و دیگر حیوانات است، در صورتی که 40% بقیه زمین جای معدنجویی و کارکرد خاک است. دانشمندان در این تحقیقات علمی و نظری خود گفتند که بشر حالا در روی شاخ درخت نشسته است که خود مشغول بریدن آن است. طبق آمارهای رسمی سازمان جهانی محافظت حقوق حیوانات سازمان ملل متحد، امروز در اکثر کشورهای فقیر و در حال رشد جهان حقوق حیوانها پایمال می‌گردد. مثلا در کشورهای افریقا، جمهوری هندوستان، شریلانکا و دولت ساحل عاج بیشتر فیلها و حیوان کرکدن مورد شکار قرار گرفته در حال کم شدن قرار دارند. بیرون از تأثیر تغییریابی اقلیم و گرمای شدید زمین و تأثیر آن به نابودی فیلهای افریقایی، امروز مسئله تجارت حیوانات نادر بیشتر سازمانهای بین المللی را نگران کرده است. در واقع این حیوانات نادر برابر ساکنان جهان حق حیات دارند. همزمان پلنگ‌ها و ببرهای نادر که سالهای آخر شمارشان در جهان کم شده است، در کشورهای آسیای میانه و جنوب و شرق آسیا و اطراف کوههای همالای از سبب تأثیر آنتروپوگنی و اشتراک به محدود ساکنان منطقه شمارهشان خیلی کم شده ایستاده است. نمونه این حیوانات نادر در کتاب سرخ جهان به کلی وارد شده است. سازمان ملل متحد شکار و نابود ساختن این حیوانات را جنایت علیه طبیعت و محیط زیست می حسابد، اما از بی‌طرفی و بی‌توجهی کشورها و ساختارهای محیط زیست و حفظ جنگل آنها وضعیت به جای رسیده است که چنین حیوانات نادر به انقراض بزرگ روبرو شدند. هرچند که بخش عمده این حیوانها از سبب اقتصاد خراب این کشورها مورد حمله شکارچیان قرار می‌گیرد، اما سازمان حقوق حیوانات میگوید که امروز باید مدنیت اکولوژی اهالی جهان بالا برود. با نظرداشت وضع حیوانات در سراسر جهان سالهای آخر نیز در جمهوری تاجیکستان شکار غیر قانونی بیشتر شده عامل ناگوار گشتن حیات وحش در مناطق کوهی تاجیکستان گردیده است. از این رو
باید مسئولان حفظ جنگل و محیط زیست بیش از پیش مسئولیت شناس باشند و برای محافظت حیوانات نادر و نجات آنها در فصل زمستان و دیگر فصلهای سال تلاش نمایند، زیرا محافظت و پیشگیری انقراض حیوانات نادر در کشور این هم محافظت تاجیکستان و تمام موجودات زنده آن است.